این آکتروزه که توی تصویر دارید می‌بینید هیچ ربطی به این ویدیو نداره و من میخوام راجع به لاستیکای این ماشین صحبت کنم. TDP MSF علامت 3 کوه با دانه برف. این لوگو رو روی هر تایری که دیدید بدونید که 10% عملکرد بهتر نسبت به سایر لاستیک‌ها در شرایط برفی و یخی جاده‌ها دارن. MS مخفف مود اسنو به معنای گل و برف هستش. این تایر برای شرایط گلی و برفی طراحی شده و MS باید در کنار لوگوی 3 کوه و یک دانه برف قرار گرفته باشه تا شرایط خوبی رو برای شما توی زمستون داشته باشه. علامت HL با همراه لوگو وزن روی تایرها نشون دهنده اینه که این تایر برای خودروهای سنگین وزن طراحی شده. این تایر قابلیت تحمل بار بیشتر نسبت به لاستیک‌های دیگه داره و معمولا برای خودروهای تجاری سنگین وزن استفاده میشه. نکته بعدی حروف S روی بدنه لاستیک. S مخفف استیل در محور فرمان استفاده میشه. دو تا حروف رایج دیگه هم هستش، حروف D و حروف T. حروف D در محور دیفرانسیل و T در محور تریلر استفاده میشه. نکته بعدی عمق آج تایرهای کامیونی بستگی به طراحی، کاربرد و گل اونها داره که عمق آجشون بین 10 تا 20 میلیمتر هستن، ولی استانداردهای بین‌المللی برای حداقل عمق آج مجاز در کشورهای مختلف متفاوته. مثلا در آمریکا 4.7 میلیمتر در محور فرمان، 2.3 برای محورهای دیگه و در صورت 5 میلیمتر کمتر باشه شما حق